نام خدا. همکاران محترم با سلام. من ریاحی هستم، متخصص قلب و عروق. در ادامه مباحث تفسیر ساده الکتروکاردیوگرام توضیحات مربوط به نوار قلب سوم رو که قبلا به اشتراک گذاشته شده بود خدمتتون تقدیم میکنم. خب نوار قلب سوم این ECG بود که مربوط به آقای 36 ساله‌ای بود با سابقه هایپرتنشن و دیسلیپیدمی که با درد سینه به اورژانس مراجعه کرده بودند و درد سینه بیمار هم از 3 ساعت قبل از مراجعه شروع شده بود. خب قبل از اینکه بخوایم نوار قلب رو به صورت کلاسیک و با یه ترتیب منظم بخونیم، خوبه که همیشه یه نگاه کلی داشته باشیم و پاتولوژی های مهمی رو که در همون نگاه اول دیده میشه به خاطر بسپاریم. در این نوار خب اختلالی که واضحا دیده میشه ST elevation هایی هست که به صورت منتشر دیده میشه و همونطور که میبینیم در لیدهای 2 و 3 و AVF و لیدهای پرکوردیال سمت چپ یعنی V4 تا V6 واضحا قطعه ST elevation پیدا کرده که خب حالا در ادامه درباره تشخیصش و چگونگی افتراقش با تشخیصهای مشابه صحبت خواهیم کرد. حالا اگه بخوایم نوار قلب رو به صورت کلاسیک بخونیم، از ریتم اگه شروع کنیم پی واضح رو قبل از هر QRS میبینیم و همونطور که دیده میشه پی در لید 1 و 2 مثبت هست و در لید AVR منفی، یعنی منشأ پی از گره سینوسی هست و یعنی یه ریتم سینوسی داریم. ریت بیمار اگه محاسبه کنیم تقریبا بین هر دو QRS 3 تا خونه بزرگ هست، یعنی یه ریت حدود 95 تا 100 بیت در دقیقه و یعنی یه بوردرلاین تاکیکاردیا داریم. فواصل رو بررسی میکنیم. فاصله پی آر حدود 4 خونه کوچیک هست، یعنی 160 میلی ثانیه که نرمال هست. QRS پهناش واضحا کمتر از 2.5 خونه کوچیک یعنی 100 میلی ثانیه هست و نرمال هست و کیوته هم در یک محاسبه سرانگشتی از نصف آر قبلی کوتاه‌تر هست و اگه محاسبه کنیم هم نرمال هست. امواج رو اگه بخوایم از نظر شکل بررسی کنیم، شکل پی نرمال هست، یعنی ارتفاعش کمتر از 2.5 خونه کوچیک و طولش کمتر از 3 خونه، یعنی شواهدی به نفع LA ابنورمالیتی یا RA ابنورمالیتی هم دیده نمیشه. در QRS Q پاتولوژیک نداریم و ارتفاع موج QRS هم نرمال هست، یعنی شواهدی به نفع لو ولتاژ بودن یا های ولتاژ بودن دیده نمیشه. اما قطعه ST همونطور که در آغاز هم گفتیم واضحا دچار الیویشن شده که چند تا ویژگی داره. یکی اینکه دیفیوز هست، یعنی در لیدهای مختلفی از نظر موقعیت فضایی دیده میشه. دوم اینکه در لیدهای AVR و V1 این ST elevation رو نداریم و بلکه در این دو لید ST depression داریم. سوم اینکه در قطعه PR هم تغییراتی داریم به این صورت که به ویژه در لیدهای پرکوردیال PR depression دیده میشه و در لید AVR هم PR elevation داریم. نکته بعد این که ST elevation هایی که میبینیم شکلشون به این صورت هست که تقعر قطعه ST به سمت بالا هست و همه این تغییرات از نظر الکتروکاردیوگرافی تشخیص پریکاردیت رو مطرح میکنه که البته میدونیم با توجه به اینکه پریکارد پریتال از نظر الکتریکی فعالیتی نداره، این تغییرات عملاً به خاطر التهاب اپیکارد مجاور هست. این مطلب از این نظر اهمیت داره که اگه در پریکاردیت ما درگیری اپیکارد رو نداشته باشیم عملاً تغییرات نواری رو هم نخواهیم داشت و این اتفاقی هست که مثلا از جمله در پریکاردیت اورمیک دیده میشه. خب دو تا تشخیص افتراقی مهم همیشه برای پریکاردیت در نوار قلب مطرح هست. یکیش MI هست، به ویژه از این نظر که هر دو بیماری خودشون رو میتونن با درد سینه نشون بدن و در هر دو بیماری هم ما میتونیم افزایش مارکرهای قلبی رو داشته باشیم. اینه که افتراق الکتروکاردیوگرافیک اونها مهم هست و چند نکته هست که به این افتراق کمک میکنه. اول این که اگه ST elevation ها بیشتر از 5 میلیمتر باشه این به نفع MI هست، یعنی شدت ST elevation در مجموع در پریکاردیت نسبت به MI کمتر هست. دوم این که اگه شکل ST elevation به این صورت باشه که تهدم قطعه ST به سمت بالا باشه این هم به نفع MI هست، چون همونطور که گفته شد در پریکاردیت تقعر قطعه ST به سمت بالا هست. نکته سوم این که جنرالایز بودن ST elevation ها هم به نفع پریکاردیت هست، چون در MI ST elevation ها از این الگوی خاص تبعیت میکنن. مثلا در MI تحتانی ST elevation ها رو در لیدهای تحتانی داریم و همینطور انواع دیگه MI هم هر کدوم از یه الگوی خاص خودشون معمولا تبعیت میکنن. نکته چهارم این که اگه تغییرات آینه‌ای هم داشته باشیم این هم به نفع MI هست، یعنی مثلا در MI انتریور که ST elevation رو در لیدهای قدامی داریم تغییرات رسیپروکال رو به صورت ST depression در لیدهای تحتانی میبینیم. و نکته پنجم این که اگه تغییرات ST و T به صورت همزمان باشن این به نفع MI هست،
یعنی در MI در حالی که هنوز قطعه ST بالا هست در سیر بیماری ممکنه T اینورت بشه، اما در پریکاردیت در سیر بیماری اگه قطعه T اینورت هم بشه معمولاً بعد از این هست که قطعه ST به خط ایزوالکتریک برگشته. نکته ششم این که T هایپراکیوت رو اگه ببینیم این به نفع MI هست، یعنی T که در لیدهای اندامی بیشتر از 5 میلیمتر بشه و در لیدهای پریکاردیال بیشتر از 10 میلیمتر. و نکته بعد این که Q پاتولوژیک طبعا تشکیلش مخصوص MI هست. و نکته هشتم هم همونطور که گفته شد این که تغییرات PR به نفع پریکاردیت هست. و نکته آخر هم این که چنانچه طولانی شدن قطعه کیوت رو داشته باشیم این هم به نفع ایسکمی و MI هست. اما تشخیص دیگه‌ای که افتراقش با اون هم اهمیت داره early repolarization هست که اونجا هم ما ST elevation داریم، به ویژه که تشخیص پریکاردیت خیلی وقتا در افراد جوان دیده میشه و این افتراق اهمیت پیدا میکنه. خب اینجا هم نکاتی وجود داره که به این افتراق کمک میکنه. نکته اول این که اگه ST elevation ها هم در لیدهای اندامی دیده بشن و هم در لیدهای پریکاردیال این بیشتر به نفع پریکاردیت هست، چون در early repolarization در 50% موارد در لیدهای اندامی ST elevation وجود نداره. خب باز هم تغییرات PR به نفع پریکاردیت هست. اینکه در سیر زمان تغییرات دینامیک ST و T دیده بشه خب این به ضرر early repolarization هست و به نفع پریکاردیت. و نهایتاً اینکه اگه نسبت میزان elevation قطعه ST به ارتفاع موج T بیشتر از 24 صدم بشه این هم به نفع پریکاردیت هست، به این معنی که در early repolarization ST elevation به نسبت پریکاردیت خفیفتر هست و اینکه همزمان در early repolarization ارتفاع موج تیشون هم به نسبت پریکاردیت بیشتره. نهایتاً البته باید به خاطر داشته باشیم که نکاتی که گفته شد درباره افتراق الکتروکاردیوگرافیک این اختلالات از همدیگه است و برای ما یه حدس الکتروکاردیوگرافیک ایجاد میکنن و اینکه نهایتاً باید بر اساس شرایط بیمار و معاینات و تست‌های تشخیصی دیگه به تشخیص دقیق‌تر رسید. امیدوارم که این توضیحات به پرکتیس شما کمک میکنه. از توجهتون سپاسگزارم و خدا نگهدار.